گفتی الگوت کیان؟ الگوم حسن یزدانی و داداشم فرزاد عموزاد. حسن یزدانی کشتیگیر خوبه و مدال المپیک داره و دارنده چند مدال جهانه. کشتیگیر خوبیه. از نزدیک دیدیش؟ بله. تمرین کردی باهاش؟ نه تمرین نکردم. تو اردو ما نوجوان بودیم و بزرگسالان ما تو شماره 2 بودیم و شماره 1 بودیم. میدونه انقدر دوستش داری؟ بهش گفتی؟ نمیدونم. نگفتی بهش؟ نه. خب فیلم تو میبینه حسن یزدانی، خب فیلم تو میبینه. یه روزی هم شاید دیدی رفتی المپیک، حسن یزدانی کنار تو شاید داره تشویقت. اونه که بله شاید روزی بشه که با هم بریم المپیک. میگن که مثل حسن یزدانی میمونی، یعنی همه رو دهیش میبری دیگه. بله حسن یزدانی الگوی ورزشیمه و داداشم فرزاد. حسن یزدانی یک کشتیگیر با تجربه و کشتیگیر قهرمانی که المپیک شد و همه رو دهیش کرد. خیلی ها میخوان مثل حسن یزدانی شه. درسته. فکر میکنی که در نهایت بتونی مثل حسن یزدانی شی یا اینکه حتی به بالاتر فکر میکنی؟ به امید خدا مثل حسن یزدانی بشیم خوب. امروز الگوی خودم حسن آقای یزدانی که دیدم چقدر فشار دید، چقدر آسیب دید، چقدر دلش شکست. ما چند تا حسن یزدانی داریم، ما چند تا رسول خاتم، چند تا علی ربیعی، چند تا کامران قاسم‌پور و مثلا